سلام، بریم واسه آموزش یه نون شیرمال محلی. خب دوستان، مواد لازم رو میگم بهتون. ما به مقداری شیر، خمیر مایه، روغن، شکر، نمک، آرد، کنجد، شکر، سیاه دونه نیاز داریم. دوستان مقدار مواد لازم رو حتما توی کپشن و زیرنویس براتون مینویسم. و ما الان 10 دقیقه زمان نیاز داریم برای عمل آمدن خمیر مایه. بعد از این 10 دقیقه در خدمتتون هستم. خب دوستان، ما الان مواد رو مخلوط کردیم. الان باید با دست 10 دقیقه بهش برز بدیم. خمیر ما 10 دقیقه برز دادیم. یه خمیر کاملا نرم و لطیف به دست اومد و الان دیگه باید خمیرمون رو چونه کنیم و بذاریم توی ظرفی که از قبل چرب کردیم. نیاز داره که 1 ساعت استراحت کنیم. خمیر نون شیرمال ما آماده شده. این رسیپی 600 گرم خمیر به ما میده که اونو به چونه‌های 200 گرمی تقسیم کرده و داخل سینی پهن میکنیم. خمیر نون شیرمالمون رو 200 گرمی کرده و توی سینی مورد نظر، قالب مورد نظر کاغذ روغنی پهن میکنیم و اونو چرب میکنیم و خمیر رو میذاریم توی قالب. شروع میکنیم به خمیر رو پهن کردن و برای رومال خمیر نون شیرمالمون از یه دونه زرده تخم مرغ که با 1 قاشق غذاخوری شیر مخلوطش میکنیم و به عنوان رومال استفاده میکنیم و از سیاه دونه، شکر و کنجد هم استفاده میکنیم برای رومال. نون شیرمال محلی ما آماده شده. دوستان امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.